اومدم از تو بانک بیرون، بعد اینم اون موقع پاکت میدادن، پول نقد میدادن، که گرفتم دیدم دو تا موتوری خلاف اینجوری رفتم تو اتوبان، رفتم و بالاخره گمشون کردم. دوباره اومدم تو شهر پشت چراغ وایسادم، یادم یه موتور اومد اینو داد عقب، دیدم قمه چاقو اینقدر چیزا دادم. گفتم جانم، گفت من دوست هستم. گفتم منم صیادی هستم. سلفی گرفتن دیگه، ندادم پایین از همونجا اینجوری سلفی. آقا ما کار داریم باید بریم. دوباره می‌خواستم برن سمت بانک. منم این سر یه فیلم سینمایی بودم، فیلم تموم شد، باور نمی‌کنی پشت ماشین نشستم، اومدم پشت چراغ قرمز، شیشه پایین بود، موبایل من تو دستم بود. یه دفعه یه موتور اومد بغل دستم واسه اینجوری شد، من یکی تو ماشینا خیش کرد. آقای کیایی؟ گفتم گفت شیشه رو بده بالا، گوشی رو میبرن. من تو ماشین پشت فرمون بودم، رسیدم به چراغ قرمز، شیشه رو دادم پایین و از اون وسط ماشین گوشی رو برداشتم، مامانو گرفتم، اومدم گوشی رو بیارم بالا، یه موتور اومد بغل ماشین. آقا انگی یه عکس بگیریم؟ گفتم بگیریم داداش. اینجوری سلفی گرفتم، منم خندیدم. اومد بره گفت آقا انگی شیشه رو بده بالا، ما دوز بودیم. اون گازش گرفت رفت و من همینجوری مونده بودم، چراغ صاف شده بود، من نمیرفتم. توی ماشینیم، یه چیزی من جا موند، ماشین قفل شد، همین بیان یه کمکی بکنم. یا آقای من آقا بذار من درستش کنم. گفتم عزیزم دارم، خب اینا نکنم، همین کار میکنه. آقا من دوستم، اگه اجازه بدی من این 6 ثانیه واسط بازی کنم. راست میگی؟ هرچی خواهش کردم نیومدن که مجبور شد بلند بگه آقایون من دزدم، اجازه بدی من بازش میکنم کار آقای عزتی راه بیفته. این کار کرد؟ واقعا چند ثانیه خیلی بلد بود.